سلام. امروز میخوام راجع به 5 تا خوراکی با هم صحبت کنیم که میتونه توی حیوان خونگیتون ایجاد مسمومیت بکنه و خیلی خطرناک باشه. اولیش شکلات. فرقی نمیکنه فرمند باشه، میلکا باشه یا دو چاکلت. هر کدوم از اینها میتونه باعث ایجاد مسمومیت توی سیستم اعصاب و قلبی عروقی حیوان خونگیتون بشه. دومیش سیر و پیاز. به شدت میتونه باعث کمخونی بشه. سومیش انگور و کشمش، حتی به مقدار کمش هم میتونه آسیب‌های خیلی زیادی و حتی باعث از دست رفتن کلیه ها بشه. چهارمیش نوشیدنی های کافئین دار مثل قهوه، هر نوشیدنی انرژیزایی و حتی چایی. همه اینها میتونه باعث آسیب به سیستم اعصاب بشه. آخریش آووکادو، حاوی یک ماده سمی به اسم پرسین که میتونه ایجاد مسمومیت بکنه. پس یادت باشه این 5 تا چیز رو به حیوان خونگیت ندی و اگر میخوای پت سالم و سرحالی داشته باشی همیشه از خوراکی های مناسب خودشون استفاده کن تا همیشه سلامت باشه.